امروز یه چیز خیلی جالبی رو کشف کردم. نمیدونستم واقعا که حلزونا هم کاغذ میخورن. این دوتا حلزون ما شیطونا از تو ظرفشون اومدن روی اوپن و قبض بانکی که روی اوپن بوده رو برداشتن و بردن توی خونهشون و دارن میخورنش. چه جالب داره این قبضو میخوره. اصلا نمیدونستم خلقت خدا رو. به راحتی کاغذه رو لول کرد و خورد. ای شیطون بلاها. فکر میکردم اینا سبزی خورن، سیفیجات میخورن، سبزیجات میخورن. فکر نمیکردم که شیطونا بیان کاغذ هم بخورن. فوزولا میخوایم این تیکرم بخوریم؟ چه شکلی خوردنش؟ بیا بخورش. میبینید چطوری داره کاغذ رو میخوره؟ چقدر جالب.